به نام آن خداوندی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. بگویم من سرآغاز نامه الله، چو بنده با امیدم من زی درگاه. زیباست نامه الله در زبانم، به زیر چادرش من در امانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درودی ما را بپذیرید دوستان عزیز. این حال کسانی که تماشا دارند ما را، من ظهردین جان یعنی با تخلصی خالداربای هستم. این حال دوستان عزیز، دوست مراد شریفوف دوستی عزیزم در مکه و مدینه قرار دارد. ما از او برادر خواهش کرده بودیم که دوست مراد جان وقتی که مکه و مدینه میریم در حق ما دعای نیک و این حال دوستان عزیز در حق ما دعای نیک کردن. مرحمت دوستان عزیز. تمام علیکم دوستی عزیزم ظهردین خالداربای. این همینجا آرامگاهی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم واسم در همین نماز شما دعا کنم که برکت بده خداوند و در کارت کورد برکت بده، در کجای باشید باشه خداوند بالا باشه، همه وقت در خدمت خلق خود باشه، در خدمت مردار ملت و مردار وطن باشید دوستی عزیزم. خداوند بالا باشه، زنده باشید دوستی عزیزم. این خداوند بزرگ عهد است که من نبینی و چشم من نبینی، همه وقت که سر بلند باشه. اینکه خداوند بزرگ شما را منم تنظور لایق ببینه، با مثل ما بیاین مکه و مدینه را زیارت کنین و خداوند بزرگ حاجی باشین. بی رحمت که ارحم الراحمین الله. دوستان عزیز، کسانی که در دل آرزو و هوسای نیک دارند، جامعه عمل پوشند، خداوند همه ما و شما را نصیب خانه خدا گرداند. گنجینه در این عالمی ویرانه نماز است، توحید بود باده و پیمانه نماز است. بی سجده به درگاهی خدا راه نتوان یافت، گر کعبه روانی در آن خانه نماز است.